تشکر فراوان از آقای که واقعا درد دارن و خستگی شما رو درد میکنه. خدا کنه خسته نشده باشین. برای رفع خستگی شما و از خواهر کوچک انشالله اساسا با ختم برنامه نزدیک میشیم. خدا جان خواهشمون تشریف بیارن. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خالق بی‌نیاز جهان که باران رحمت و کرم او حیات بخش کائنات و کارساز همه موجودات است. اوست که برپا کننده فراز و فرود و ایجاد کننده جهان هستی. وزش نسیم در دامن گل از قدرت بالغه اوست و پرورش دهنده دور در دل صدف به امر آن یگانه بی همتا صورت تحقق میپذیرد. دلهای آدمیان را مخزن رازهای کلامی قرار داده است و عقل بشر را حافظ و حارس و نگهدارنده آن اسرار معین فرموده است. بارقه هدایت او به وجود هر کس که رسد راه رهایی و سعادت را پیدا کند. چه کسی را جرأت و جسارت آن باشد که آن راه را بر آن بنده مقبول سد کند و در سعادت و نیکبختی را به روی او ببندد. هرچه زمان می‌گذرد اندیشه، تفکر و راه شهید عبدالعلی مزاری شفافتر و صیقلی‌تر می‌گردد. عظمت و اهمیت بزرگی حرکتی که انجام داده ملموستر و اشتیاق و نیاز مردم به درسی که او به ما آموخت افزونتر و عمق ژرفای نهضت الهی او بیشتر می شود. او حسنه قرن بود، لطیفه روزگار و نادره دهر بود، پرتویی بود که در عالم آفرینش اندکی ظاهر شد و سپس ناپدید گردید. در گرانمایه و در صدف خلقت هستی بود که برون آمد و ناپیدا شد. گوهری شتابی بود که در ظلمتکده تاریکی‌های متراکم جاهلیت قرن بیستم درخشیدن گرفت. او در شبستان سرد و مرگ آفرین و جانگیر نظام ستمگران گرما بخش جانها و دلهای مظلومین شد. او نعمت آیات عظمای الهی بود. او صدها قافله دل همراه خود داشت، قافله دلهایی که بسیاری از آنها خود قابل سالار بودند. مجاهد و معلم دلسوز و ژرف اندیش و زمانشناس شهید عبدالعلی مزاری یکی از آنها بود که با ادامه راه او باشد که رستگار و سعادتمند گردیم و در پایان درود فراوان به همه پیامبران از حضرت آدم صفی الله علیه السلام تا خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همه خادمان و هادیان جامعه بشریت باد. یاد همه شهدا و به خصوص روح بلند رهبر شهید استاد مزاری گرامی و روحشان قرین رحمت و مغفرت ابدی باشد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل